съезда बताओ шахсоне ки ҳуҷҷатҳояшон ба охир расу мехоҳанд границаи Қазоқистонро пересекат кунанд ба рақамҳои Муҳиддин занг занед. Суроға метро Водный стадион. мо ҳозира худаш дар лифти шаҳри Тошканд гостиница Чилонзор воқеъ дар Ӯзбекистон ҳастем. دادرم اسفندیار جان چطور تاشکند مخمول شد؟ بهترین استاد جان. زنده باشید. حالا که ما در سمرقندیم استاد. امروز ما استاد برای برنامه سیانکا اومدیم، برنامه تلویزیونی خبرگیری اومدیم استاد. نصیب باشد با سفر دوران به شهر خوجند. استاد جان خوش آمدید به شهر دوشنبه. ما نیت کردیم که شما سعدی. اون لطفه میگه استاد که مقیم جان. لطفه. لطفه دبیر چی باشه؟ دبیر لیفت میگه استاد. دبیر لیفت. دبیر لیفت. لیفت کارچه زنو شاور شدی نه تو که خوش شویش است نه موضوع تاریک شده است وای های شو چارسی شده است مردک بشینه خیس است و دختره مورد مردک نشده افتادم دو برادر مردک و خدا من استگی میگه زنش من رسیدم افتاد اکی مقیم جان عبدالفتاح استاد جان خوش آمدند. خوشبخت باشید دوستان سلامت باشید. استاد جان تینجه من اصلا خوشنودم که چنین دوستا داریم از ناحیه یوغان نوهردگی آن نفره که از تاشکند آمدگی برایشان من گفتم هستم که دائما سیر و گشت کنند سلامت باشید. اسفندیاری بزرگ فرموده است شو سعدی پیر گردید اسم رو بگو جان. سلام علیکم دوستان عزیز. امجا یک دو درگ اومده میگه خط استاد خط شما بیا بعد استاد امر یک ما صورت بگیرین شما. رحمت قربان جان رحمت دوستان. استاد جان یک گپ دارم شما دارم. لبیک. رایم در کجا نورگیریم که میان امجا نور میگیریم. بسیار در کامنتری مخلصا میگن که چرا اکای مقیم جان خط شما دیگه بازی نمیکنن. چرا بازی میکنه بیان تاشکند بودن نه آمدن برای همین خدا اگر خواهد من این ماهی آخری آگوست سرشوی آغاز سپتامبر با یک دستگیری حجوی تماشا کنید عبارت از صحنه‌چه ها و از سرودهای حجوی و از لطیفه ها و اسفندیار جان حالا بهتره ما استاد جان یا لطیفه گازنی یا خانم با میره زنده باشید. لطیفه درباره چی باشه؟ درباره خدمت همون لطیفه رو بگن او درباره لطیفه یا درباره امتحان گپ زنیم. اگزامتون یا بچه‌ها امتحان میدارد معلمان بلیط گرفته سمیخه خامشتم میخوام میگیرد گشته ماند است چی به ماند گفتم من وقتی می 13 وقتی می 13 آخر وای فایزش نی هم میدونیم که وقتی می 13 لیتوار کنه دیگه استاد اگه خیلی خیلی نشون آوا باور نکنید 13 می 13 تو گفتی الان به جواب دادن بیاد باهای 5 است یارو من میاد بچه‌ها ها همه بیا بلیط رو تیار می فقط 13 تیار کن دوستان عزیز باقی در امان خدا و استاد گفتیم سلامت باشید. اینها موسیقی کنشان همین که تاش دانستانشون نکنه که من میبرم به من. دوستان عزیز میدونم که شما اویاکسی ارزان گفتین نمیدونید بلیط از کجا بگیرین. با شما کمپانی شاهنامه را توصیه میدیم با دل پر به تمام دنیا با باوری بلیط خریداری نمایید. خدمت رسانیشون به سطح بلنده نرخشون خیلی ارزانه. مرحمت در واتساپ شون نویسین 24 ساعت به شما جواب میدهند.